متاسفانه امیرکبیر حتی پس از مرگش هم مظلومانه به خاک سپرده شد. امیرکبیر رو چند بار دفن کردند و دوباره این صدر اعظم دلسوز را از خاک بیرون کشیدند. نحوه به قتل رسیدن امیرکبیر و ماجرای تدفین او در کربلا. تخریب قبر امیرکبیر توسط صدام در حرم امام حسین. روایات زیادی درباره نحوه مرگ و محل مزار امیرکبیر در رسانه‌ها و کتب وجود داره که تیم اساطیرنامه گزارش معتبرترین منابع تاریخی رو گرد هم آورده. در منابع معتبر نقل شده امیر رو برای بار اول و یک روز پس از شهادتش در همان کاشان در قبرستان پشت مشهد و کنار مزار سید محمد تقی پشت مشهدی به خاک سپردند. اما 2 ماه پس از شهادت امیرکبیر وصیت‌نامه ایشون پیدا میشه و متوجه میشن که امیر وصیت کرده که در کربلا به خاک سپرده بشه. بانو عزت‌الدوله همسر امیرکبیر مجوز نبش قبر میگیره و در مراسمی پیکر مطهر رو به کربلا میرسونه. اما ماجرای نامه قتل امیرکبیر چی بود؟ در واقع امیرکبیر قربانی جهالت و شهوت ناصرالدین شاه شد، در حالی که ناصرالدین شاه علاقه زیادی به او داشت و ارتباط خوبی با هم داشتند. اما مخالفان امیر در دربار طی جشنی به ناصرالدین شاه مشروب فراوانی دادن و وقتی که شاه از حالت عادی خودش خارج شد نامه قتل امیرکبیر رو براش آوردن و گفتن امضا کن و در حالی که ناصرالدین شاه مست بود و نمیدونست چه چیزی رو داره امضا میکنه اون نامه رو امضا کرد. گاف تلویزیون ضد انقلاب درباره مزار امیرکبیر. جالب اینه که یکی از تلویزیون‌های ضد انقلاب در اعتراض به مخدوش شدن سنگ قبر امیرکبیر محلی رو نشون میده و از قول یه شاهد محلی بیان میشه که مزار امیرکبیر در اینجا بوده و هنگام جنگ عراق و آمریکا به خاطر اصابت بمب تخریب شده. بعد از اون شاهد خواسته میشه فرد مشهوری که نزدیک امیرکبیر مدفونه رو نام ببره تا موقعیت جغرافیایی قبر اون بهتر مشخص باشه. اون فرد عراقی در پاسخ میگه نزدیک سید علی قاضی طباطبایی. گاف تلویزیون ضد انقلاب اینجاست که سید علی قاضی طباطبایی مشهور به علامه قاضی از چهره‌های مشهور عرفان شیعیه که در سال 1325 شمسی از دنیا رحلت کرده و در قبرستان وادی السلام کنار پدرش مدفونه. وادی السلام از مشهورترین قبرستان‌های دنیاست که در نجف اشرف قرار داره و نه کربلا. در حالی که به گواهی همه کتب تاریخی امیرکبیر در کربلای معلا به خاک سپرده شده. در حالی که مزار صدر اعظم بزرگ ایران توسط رژیم بعث صدام تخریب شده بود، اما مرقد امیرکبیر درست در حجره‌ای در سمت جنوب شرقی رواق حسینی در کنار قتلگاه حسینی قرار داشت که در حال حاضر با باز شدن یک درب تازه به ایوان قبله آستان حسینی این حجره به راهرو تغییر پیدا کرده و قبر مرحوم امیرکبیر در این مکان مقدس قرار گرفته. در پایان امید این میره که تمام ایرانیان آرامگاه اون رو زیارت کنند تا همگان بدونن که کنار سید شهیدان آزادگانی بزرگ هم عاشقانه آرمیدند. نقل از کتاب اماکن زیارتی و سیاحتی عراق به قلم محمد رضا قمی.